برای وطن خود صادقانه خدمت می‌نماید. با خواهش خود به صدقه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم و برای وطن خود ملت خود از صدق دل خدمت می‌نمایم. با دلی پر ز مهر و وفای وطن، شعله دارد ز چشمش صفای وطن. در درفشش سفر، در قدومش هنر، او قدم میزند در دفاع وطن. خدمت در صف قواهای مسلح مویه افتخار و شرف بزرگ می باشد. من فخر میکنم که ما چنین جوانان شجاع خود را تربیت کرده به پای میرسانیم. من از خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان افتخار میکنم. ما مادران در فضای صلح و آرامی آسایشته زندگی میکنیم چون که فرزندان ما مرز و بوم ما رو حمایت میکنند.